مراتب دوم در قسم ب یعنی بیاید اون خامخوری که امروز دولت حکومت دارد سرمایه دولت ما آینده انجینرها هستیم، آینده متماتیکا هستیم، آینده فیزیک ما میخونیم. ما طبیعی و تکنیکی از فنهای متماتیکا، فیزیک و شیمی امتحان میخونیم. همون اختصاصات چند امتحانی حتمی هست. و هم خاطر فن شیمی را چیکار نمیکنیم؟ نمیسپاریم. لیکن امروز وقتی که یعنی که در همون کتابچه تستی در ایوان کردن مکتب نیست که گفته باشد که زبان تعلیمی او تعلیم گرفته است زبان خارجی را 4 تا زبان متماتیک گردن و زبان‌های خارجی که زباندانی است. چیزا که هم از جایی که خواهش در مرکز در نظام امتحانات مرکزانی شده دو نمود امتحان به نقشه گرفته شده است. یعنی هر یک داوطلبی که از قید گذرانده می شود دو نمود امتحان می سپارد. اینها هم باشد تست عمومی یعنی امتحان تست عمومی و تست تخصصی. داوطلب پیش از آن که با تست تخصصی یعنی با اون اختصاصی که سپرده است باید از 4 فن تست عمومی سپارد که اینها هم فن‌های متماتیکا، زبان تاجیکی یا دولتی، تاریخ خلق تاجیک و اساس‌های حقوق. مقصد امروز پروژه است که هر یکی ما بعد از کورس برگشتن در ناحیه خود با راهبران مسائل تحصیلات عمومی همین کورس رو تشکیل کرده، یعنی کارهای فهماندهی رو برای آنکه تا دوره فرارسی امتحان‌های داخل شوی خوانندگان مسائل تحصیلات عمومی که برای آنکه به نظام نو قبول آماده گردند و همه قاعده ها را فهمیده گیرند. علاقه در ناحیه خوالینگ برنامه من کامپیوتر کنونی زیاده از 100% من اجرا شده است. باور میتونیم که در مکتبی که ما سیمدر میذاریم همه موادهای من موثر تکنولوژی موجود است. ما با خود همون اشتراکچون میتونیم که علاقه همه مضمون درجه همین امتحان‌های نوی من مرکز داره با اونها فهمیده دهیم.